توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ پارتنرهای بازیگرای سریال عشق ممنوع تو دنیای واقعی. پس با ما همراه باشید. کیوانچ تاتلیتو بازیگر نقش مهند در 27 اکتبر سال 1983 در شهر آدانای ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر خوشتیپ در سریالایی از جمله سریال کوزیگونی، سریال جسور و زیبا و سریال خانواده بازی کرده. کیوانچ در حال حاضر 39 سالشه و در سال 2016 با طراح مد باشاک دیزر ازدواج کرده. نورفتح اغلو یا بازیگر نقش بیسان متولد 12 نوامبر سال 1980 و در آلمان به دنیا آمده. از نقش‌آفرینی‌های دیگه این بازیگر زیبا سریال محبوب حریم سلطان، سریال خانه کاغذی، سریال خواهرزاده‌ها، سریال فی و سریال بابیله. نور در سال 2008 با مراد آیسان ازدواج میکنه، اما بعد از 3 سال یعنی تو سال 2011 ازش جدا میشه و در سال 2013 با لونت وزیراغلو ازدواج میکنه. سلچوک یونتم بازیگر نقش عدنان بیک در سریال عشق ممنوع یعنی سلچوک یونتم متولد 13 جولای سال 1953 و در استانبول ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر توانا در سریال‌های همچون سریال دختر بابا، سریال گرداب، سریال خاطرات تلخ و سریال مولانا جلال الدین نقش‌آفرینی کرده. سلچوک یونتم در سال 1976 با زحل اولجای ازدواج کرد، اما در سال 1979 از این بازیگر جدا شد و در سال 1987 با جیهان یونتم ازدواج کرد. زرین تکیندور بازیگر نقش مادمازل در سریال عشق ممنوع متولد 5 آگوست سال 1964 و در حال حاضر 59 سالشه. این بازیگر در برهانیه ترکیه به دنیا آمده. از نقش‌آفرینی‌های دیگه این بازیگر سریال زمستان سخت، سریال کوزیگونی، سریال اوکیا و سریال معجزه 100 سال است. زرین تکیندور در سال 1988 با چتین تکیندور ازدواج کرد، اما بعد از 11 سال از این بازیگر جدا شد. در حال حاضر هم با هالوک بیلگنر در رابطه عاشقانه است. نباهات چهره بازیگر نقش فیروزه در سریال عشق ممنوع یعنی نباهات چهره متولد 15 مارس سال 1944 و در شهر سامسون ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال‌های این بازیگر جذاب سریال به مدیرم زنگ بزن، سریال دشمن خانگی، سریال لطیفه و سریال حریم سلطانه. نباهات در حال حاضر 79 سالشه و برای اولین بار در سال 1967 با ایلماز گونه بازیگر ازدواج کرد، اما بعد از 1 سال از اون جدا شد و برای دومین بار با مهندس و معلم فیزیک یاووز دمیر در سال 1976 ازدواج کرد. اما این ازدواج هم دوامی نداشت و در سال 1979 از اونم جدا شد. پلین ارمیش بازیگر نقش جمیله یعنی پلین ارمیش متولد 10 آگوست سال 1982 و در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده. از سریال‌های دیگه این بازیگر سریال اسمش رو فریها گذاشتم، سریال بگذره دل و سریال کداممان دوست نداشتیمه. پلین ارمیش در حال حاضر 41 سالشه و با بازیگری به نام دوا انس کلاهچی در رابطه عاشقانه است. بازیگر نقش بشرا در 11 مارس 1948 در شهر آدانای ترکیه به دنیا آمده. از نقش‌آفرینی‌های دیگه این بازیگر سریال گرداب، سریال مارمولک، سریال فرار
و سریال کمی روشنایی روزه. ادا زرکن در سال 2016 با تیمور آجار ازدواج کرد. هازال کایا بازیگر نقش نهال در سریال عشق ممنوع، متولد 1 اکتبر سال 1990 در شهر کنیای ترکیه است. از سریال‌های دیگه این بازیگر خوشچهره سریال عشق، سریال آخرین تابستان، سریال مسافر، سریال حکایت ما و سریال اسمش رو فریها گذاشتمه. هازال در حال حاضر 32 سالشه و تو سال 2019 با بازیگری به نام علی آتای ازدواج کرد. و اما برنسات بازیگر نقش سمر در سریال عشق ممنوع یعنی برنسات در 26 فوریه سال 1984 در شهر آنکارای ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال‌های دیگه این بازیگر سریال فاطمه گل، سریال هدیه، سریال انتقام و سریال حریم سلطانه. برن در حال حاضر 39 سالشه و در سال 2014 با خواننده‌ای به نام کنان دولو ازدواج کرده. حالا که اینقدر مرام داشتین که تا آخر ویدیو همراه ما بودین، پس این ویدیو رو حتما لایکش کنین و برای حمایت بیشتر از من حتما عضو کانال بشید.